سلام خدمت شما عزیزان. در این ویدیو داریم میریم سراغ یکی دیگه از عنصرهای هنرهای تجسمی، حجم. هر شیئی که دارای سه بعد طول، عرض، ارتفاع یا ضخامت باشه رو حجم میگیم. حجم ها میتونن تو خالی و یا تو پر باشن. حجم، جنس، اندازه و تمام اشیاء دور و بر ما دارای این ویژگی هستند. بسته به ضخامت کم یا زیاد در اطراف ما دیده میشن. در طبیعت گلها، صخره‌ها، درختان، ابرها و تمامی اشیایی که در زندگی روزمره ما میبینیم. حتی کاغذ هم میتونه حجم بسیار نازکی رو داشته باشه، هرچند کم. اما حجم ها کلا دو گونند، یا قابل لمسن، به اصطلاح ملموسن، میشه با حس لامس اونا رو لمس کرد، و یا غیر قابل لمسن که در هنرهای تجسمی از مورد دوم بیشتر استفاده شده و میشه در حقیقت با ترسیم و ایجاد سایه روشن و یا رنگ‌های متنوع ما ایجاد یک حجم مجازی میکنیم. تمامی حجم‌هایی که در دور و بر ما هستند از احجام اصلی مثل مکعب، کره و یا هرم تشکیل شده و یا ترکیبی از اینها و یا تلفیق اینها به دست میاد. تمام دور و بر ما احجام متنوعی وجود داره که ترکیبی از اینها هست. احجام میتونن تو خالی و یا تو پر باشن. حجم در نقاشی و طراحی به طور مجازی نشون میدن، یعنی با ایجاد حجم و سایه روشن سعی میکنن نقاشی و طراحی کنن و شبهه سه بعد نمایی رو در حقیقت به مخاطب و بیننده بگن. در یه دیوار صاف یا یه تابلو یا یک بوم شما سطح صافی رو دارین، ولی وقتی نگاه میکنین یه منظره دوردست و تا 10-15 کیلومتر شاید بیشتر میتونید مشاهده کنید. حجم در طراحی و نقاشی با ترسیم، در واقع با ایجاد سایه روشن، لکه و یا رنگ و یا بافت‌های متنوع ایجاد میشه. در حقیقت نقاشان از این ترفند برای نشون دادن احجام دور و بر ما استفاده میکنند. عنصر اصلی مجسمه سازی حجمه، یعنی با حجم سازی مجسمه سازی رو شروع میکنن. تمام اساتید هنرمند برای آموزششون به هنرجویان و دانشجویان سعی میکنن اول از حجم سازی شروع کنن. وقتی ما حجم رو فهمیدیم آروم آروم به اون اصل قضیه مجسمه سازی میتونیم برسیم و میتونیم مفاهیم خاصی رو که میخوایم به مخاطبانمون به قول معروف برسونیم. حجم سازی با فضا سر و کار داره. فضا هر چیزی که دور و برشه میتونه فضای منفی و خالی خود حجم باشه و ارتباط اون فضا با دور و بر و محیط، ارتباط حجم با محیطش و دور و برش هم باید در دستور کار هنرمندان مجسمه ساز قرار بگیره و براش اهمیت ویژه‌ای قائل بشن. جنس حجم میتونه ارزش‌های بصری متنوعی رو در اختیار هنرمند قرار بده، از گچ، سنگ مرمر، سنگ‌های گرانیت، گل، کاغذ، برنز و چوب و چیزهای دیگه که مورد توجه هنرمندان جدید هست. جنس حجم میتونه با تنوع زیادی که دور و بر ما هست با گویایی خاصی، با ارزش‌های بصری خاصی بیان بشه. از برنز، گچ، سنگ، چوب برای ایجاد حجم و مجسمه استفاده میشه و بیان خاص خودشون رو بسته به جنس خودشون و رنگ خودشون میتونن در فضا و محیط اطراف داشته باشن. نور تأثیر زیادی داره
نورها رو میتونیم طبیعی و یا مصنوعی بگیریم. برای ایجاد نور معمولا در شبها حجم‌هایی که در میادین شما شاهد هستیم و میبینیم با نور مصنوعی نشون داده میشه و قابل دیدن میشه. خب دوستان، همونجور که بر بحث تئوری هم گفتم، نمونه های خاصی هم تو کتابتون هست که نشون داده از اشیاء دور و بر ما که میتونن دارای حجم و شکل‌های متنوعی باشند. مجسمه هایی که از سنگ های خاص درست میشن توسط هنرمندان بزرگ و نمونه هایی که میتونن با طراحی و سایه روشن حجم سازی و سه‌بعد نمایی داده بشه. از نمونه های کار مجسمه ساز بزرگ ایتالیایی آلبرتو جاکومتی داریم نمونه هایی میبینیم که پیکره های برنزی خاصی داره که در اندازه های خاصی اقراق شده، بلند نمایی شده در حقیقت، که نمونه هاشو براتون تو کتاب گذاشتن. و یک نمونه هم از کارهای هنری مور که در موزه هنرهای معاصر در فضای موزه هنری معاصر تهران توی چمنها گذاشته شده که از جنس برنز هست. همونجور که میبینید فضای خالی دارای اهمیت، بازی نور و سایه در اینجا و محیط طبیعی که دور و برشه تأثیر گذاره روی این کار، که البته این کار که هنری مور ساخته مخصوص این فضا ساخته نشده، فقط از نمونه کاراشون آوردن اینجا گذاشتن. و نقش برجسته ها رو که نمونه کار از هخامنشیان در شوش رو نشون داده. تخت جمشید رو شما میتونید به طور واضح نمونه هاشو ببینید، انواع و اقسامش رو در فضای مجازی میتونید پیدا کنید و نقش اونها رو با سایه و روشنهای متفاوت با عکسهای متنوع میتونید بگیرید و خودتون بررسی کنید. اینجا هم نمونه‌ایه که نمونه های متفاوتی که باز هم در پارک های عمومی شهرهای مختلف، اینجا در هامبورگ آلمان نمونه از کار با نقش برجسته های مدرن و امروزی نشون داده شده و همچنین نمونه های متنوعی که در سطح شهر خودمون، در سطح کشور خودمون تو پارک ها میتونید به عنوان نقاشی دیواری یا نقش برجسته شاهد باشید.